سلام به همگی. میخوایم در مورد اخبار جدید ماز صحبت کنیم که ببینیم ماز چه اتفاقاتی قراره بیفته. الان یه سری اتفاقات خیلی مهم داریم در تاریخ 7 مرداد. تو این برنامه ماز نیوز میخوایم در مورد اتفاقات هفتگی ماز صحبت کنیم. به احتمال زیاد هفته یک یا دو تا ویدیو این شکلی داریم توی کانال یوتیوبمون که این پایین لینکش هست. خب همکارم براتون توضیح میده که در تاریخ 7 مرداد قرار چه اتفاقاتی بیفته. بعد من توضیحات تکمیلی و کامل برات اینجا با رسم شکل و تصویر توضیح میدم. سلام به همگی. قرار هست که مرور کنیم بر اتفاقایی که قرار توی 7 مرداد بیفته توی ماز و اول از همه این هستش که افزایش قیمت داریم روی تمام محصولات ماز. اگر که قرار هست خرید کنین زودتر سریعتر انجام بدین. دوم این که شروع تمام کلاس های 10 و 11 رو داریم. سوم شروع کلاس های عمومی رو داریم برای امتحان‌های نهاییتون. کلاساتون شروع میشه برای آموزش‌های امتحان نهایی و در آخر هم شروع مجدد داریم برای بچه‌های 12 که عقب موندن و دوباره براشون کلاس برگزار میشه و میرسن به کسایی که قبلا سر کلاس بودن. نگران نباشید. خب تیتر خبرهای 7 مرداد رو دیدین کامل. یه توضیح بدم که حالا یه سری اتفاقاتی افتاده که خیلی هم حالا خوب نیست. مثلا خبرهای خیلی خوبی هم نیست. اینه که ظرفیت ثبت نام اشتراک الماس انجام نمیشه دیگه، تموم شده و اینکه برای که سرورهای کم تقویت پیدا کنه احتمال داره یک کم زمان ببره، شاید هم اصلا ثبت نام باز نشه و این اصلا خبر خوبی نیست. ولی خب یه خبر خوبم دارم در کنار این که اونجا هم گفته شد یه تخفیفات خیلی خوب گذاشتیم، مخصوصا توی نمایندگی شیراز میتونید با این تخفیفات ثبت نام کنید و این خیلی بهتون کمک میکنه. یه موضوع مهم دیگه هم هستی که در تاریخ 7 مرداد قرار افزایش قیمت داشته باشیم. پس از امروز خیلی کمکتون میکنه که این تخفیف رو استفاده کنید، چون هم ظرفیت اشتراک الماس تموم شده و احتمال داره باز نشه، احتمال خیلی زیاد. هم این که از 7 مرداد افزایش قیمت داریم، پس اینم بهت کمک میکنه که سریع ثبت نامتو انجام بدی. یه موضوع خیلی مهم دیگه هم بهت بگم. بچه‌های 10 و 11 که خیلی سوال پرسیدن آقا چی شد، کلاس ما کی شروع میشه؟ شروع کلاساتون از 7 مرداد، اونجا هم که توضیح براتون دادم. پس انتخاب استادم امروز باز شده، طبق اخباری که داشتم. سریع انتخاب استادتون رو انجام بدین که از 7 مرداد کلاساتون شروع میشه. یه موضوع خیلی مهم دیگه، بچهای 12 خیلی گیر داده بودین که چرا حالا الماس رو دارین شروع میکنید از تیر، چرا این کار کردین، چرا اون کار کردین، ما هنوز جواب کنکور نیومده، جواب فلان چیز نیومده و اینا. ما یه حرکت خیلی قشنگ زدیم، مثل هر ساله یه شروع مجدد 12 براتون گذاشتیم باز از 7 مرداد. یعنی این 7 مرداد چقدر روز قشنگی برای شما، کل اتفاقات خوب و یه اتفاق بدم که حالا همون قضیه بسته شدن ظرفیت اشتراک الماسه. ولی خب شروع مجدد 12 هم داریم دوباره برای کسانی که عقب افتادن. این خیلی بهشون کمک میکنه. اونم که بهتون گفتم افزایش قیمت‌ها، شروع کلاس‌ها هم گفتم. خب یه ویدیو ببینیم از مصاحبه با بچه‌های کنکوری سال 1403 که تجربی بودن، البته ریاضی هم هستن. این ویدیو خیلی باحاله، بهتون کمک میکنه. بریم ببینیم و بیایم. یه نکته دیگه این که برای سال آینده کنکور چیکار میکنن بچه‌ها که بهتر بشن، یه مثلا تذکر، یه نکته خیلی خوبی. بابات خرجت کیره بشین درس بخون، واقعا نصیحت دیگه براش ندارم. سلام، خسته نباشی. میخواستم بگم که توی کنکور درس زیست و شیمی چجوری بوده که برای بچه‌ها صحبت کن، راهنماییشون کن. خب من زیست درس مورد علاقه‌ام بود و خب توش خیلی قوی بودم و مطمئنم بهتر از بقیه درس‌ها زدم و برام نسبت به بقیه آسان‌تر بود. این نمره دومی آسان‌تر قبلیه بود، خیلی آسان‌تر بود. حالا بعضیا شاید میگن سخت باشه ولی از نظر من آسون بود. فیزیکش نسبت به اردیبهشت خیلی سخت‌تر، خیلی نه، یه ذره بیشتر سخت‌تر بود. شیمیش هم عادی بود، مثل هم اردیبهشت بود. این که اگه حرف آخری داری نتیجه گیری هم بفرم. والا نتیجه گیری بابا ای داری من اینجا میبینی تو رو خدا خونه راه بده. دست در نکن. خب این ویدیو رو دیدین، ویدیو جالبی بود. این باعث میشه که یکم تجربه حالا بچه‌ای که کنکور داشتن شما یکم حس کنید و برای سال آینده آماده بشین. یه صحبت خیلی زیادی هم شده بود در مورد همایش استاد فرهمند نیا توی شیراز.
یه همایش بزرگ که ما برگزار کردیم، ویدیوهاش حالا گذاشتیم تو یوتیوب دیدین. یه همایش جدیدم داریم، اونم میخوام ویدیو رو براتون بذارم، بریم ببینید تیکشو، یه خلاصه براتون ضبط کردم، اونم ببینید لذتشو ببرید. اول از همه حشرات خیلی خوب باید یاد بگیرید احتمال یک از حشرات سوالی ها 100%، یعنی حتما از حشرات در مورد سوال دارید. دومیش ماهی که احتمال سوال داره مثلا 90%، یعنی احتمال خیلی زیاد خیلی کم احتمال داره می‌کنن. رسانه‌ها هم در درجه سوم قرار می‌گیره. در مورد حشرات یه لحظه با هم یادآوری کنیم. حشرات دست و پاهاشون که لوله گوارش دارن، از لحاظ تنفس چی دارن؟ سوالگرشون باز یا بسته است؟ باز، پس بویرد. تلفون هم چی داره؟ لوله نفسشون اسمش مالپینگیه. دستگاه عصبیشون مغزی داره از چند گره. دستگاه عصبی عصبه. تلفون رشته موازی گاهی هم مشکل چیزه؟ گره. لحاظ حواسی که توی حشرات مهمه، یکی چشم مرکبه، این حشرات که میشه یکی گیزنده های معموله میشه. خب بچه هم ویدیو رو هم دیدین، استاد فرمندی که کارش خیلی درسته، هم شما دوستش داریم میدونم. و اینکه این برنامه ماز نیوز اسمشه و قرار ادامه پیدا کنه، یعنی هر هفته ما یه ویدیو میذاریم. حالا شاید هم بیشتر گذاشتیم، بستگی به بازخوردهای شما داره. معرفی کنید این کانال رو به دوستاتون. حتما قرار اخبار مهم مصاحبه بکنیم اینجا با همه اساتید عزیز، با دانش آموزای برتر و هر چیزی که فکر کنی. یعنی این ماز نیوز قرار خیلی بزرگ بشه، ولی همه اینا بستگی داره به بازخوردهای شما. این کانال رو سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستین، لایک یادتون نره. منم سامان مرادی هستم با ماز نیوز. فعلا خدا نگهدارتون. تمام.